و سوال دویمی که این برادر نمودند، بارک الله فیکم، در مسئله این که یک زن حامله است، یک زن حامله است و شوهرش جواب داده است و میخواهد که شوهر بکند. آیا میتواند که شوهر بکند؟ البته زنی حامله دار نمیتواند که شوهر بکند. عده زنی حامله دار چگونه عده است؟ یعنی همون زمانی که تولد کرده می شود، بعد از این میتواند که شوهر بکند و عدهش به پایان میرسد. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن خودش بیان کرده است: اولاتی احمال اجلهن یضعن حملهن. و زنهایی که حامله دارند، اجل اونها یعنی وقتی عده اونها این تمام شوی عدهشون همین است که حملشون را گذارند. یعنی زنهایی که از طرف شوهرشون طلاق گرفتند در حالتی که حامله هستند، همان وقت می توانند شوهر بکنند که اول فرزند بکنند. اگر فرزند رو بعد از 7 ماه باشد، بعد از 7 ماه. اگر فرزند رو بعد از 1 روزی طلاق دادن شوهر تولد کنند، بعد از 2 روز می توانند که شوهر بکنند. یعنی این یک نمود عده است. یعنی زنهای حامله دار عدهشون این تولد فرزند است. بارک الله فیکم.